اگر این گل زیباست زرنگی نیست، چون خدا زیبا خلقش کرده. اگر فرشته پاک از گناه نمی کند انگیزه گناه ندارد. هم سرشت پاکی و خوبی داریم و خیر داریم و هم سرشت ناپاکی و بدی. فقط این تلاش و جهد و جهاده که انسان میتواند پاکی را غالب کند و نفس اماره و لوامه را تبدیل به مطمئنه کند. هر انسانی میتواند اماره باشد. یکی از بزرگترین مردان اخلاق و تربیت میگوید یوسف کامل هیت لک قال معاذ الله. جمال کمال، کمال یوسف مانع شد که جمال یوسف به یوسف خیانت کند. این شخص میگوید و ما ابرئ نفسی، من نفسم تبرئه نمی کنم. نفس انسان اماره به سوست. با تلاش نفس لوامه و نفس اماره تبدیل به نفس مطمئنه می شود. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. هم تو از خدا راضی هستی، هم خدا از تو راضی هست. اوج سعادته که تو از الله راضی باشی، الله از تو راضی باشد. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اگر داخل عباد خدا شدید داخل بهشت شدید. و ادخلنا فی رحمتک کاملتر از ادخلنا فی جنتک است. بهشت مخلوق خداست، اما رحمت خدا صفت ذاتی خداست. اگر داخل رحمت خدا شدید دیگه بیرون نمی آیید. از خدا بخواهیم که ما را داخل رحمت کند، از بهشت کامل تره. اگر الله یارن هیچ غم نین، اگر دشمن هزارن هیچ غم نین. الذی خلق الموت. از مرگ نفرت دارید؟ از مرگ میترسید؟ از مرگ بدتون میاد؟ با مرگ حیاتتون رو از دست میدهید؟ اینا تصورات منفی درباره مرگه. از مرگ فرار میکنید چون فکر میکنید خوشبختی از شما میگیرد، ولی الله چیزی دیگر میگوید درباره مرگ. میگه هر کسی میخواد حیات داشته باشد باید به طرف مرگ بره. محاله که حیات انسان حیات باشد و از زنده بودنش زندگی تولید کند مگر زمانی که در حیاتش به فکر مرگ باشد. به همین منظور موت و قبل از حیات آورده. زمانی حیات مال ماست در دنیا که به فکر مرگ باشیم. پس این مرگ خوش است، منفور نیست، بد نیست. الله میگه خوشه. الله میگه یاد مرگ ایمان و صیقل میدهد، ظلم رو کم میکند، تقوا را بالا میبرد، هدایت رو کامل میکند، عدالت رو به اوج میرساند، کوتاهی و تقصیر رو از بین میبرد. سال گذشته در کشور خودمون 26,000 نفر با تصادف مردن. شاید فرصت توبه هم براشون پیش نیامده. مرگ ناگهانی یکی از خطرناکترین مرگ هاست و یکی از علامات قیامته. مرگ ناگهانی و مفاجئ فرصت توبه به انسان نمیدهد.